راوی حدیث برادرای عزیز ابو سعید خدری این صحابه بسیار جلیل القدر پیامبرمون بود. حضرت گفتن که پیامبر گرامی گفته است که من اکل طیبا و عمل فی سنتی و آمن الناس بوائقه دخل الجنه. برادرای عزیز گفته است که اگر کدام از امت من پایبند همین سه عمل باشد، حضرت ما بشارتی به جنت دادن. گفتن که پایبند این سه عمل دخل الجنه، اینها جنت می روند. برادران از اینها کیان؟ یکم من اکل طیبا، کسی که همیشه سعی میکنه، همیشه کوشش میکنه، همیشه احتیاط میکنه که لقمش حلال باشه یا منشأ درآمدش ایرای حلال باشه، یا نان و آبی که در بالای دسترخوانش است همش از پول حلال مقصد خریده شده باشه. ببین نفر اولی را که پیامبر برادر عزیز او را بشارت به جنت میده، این کی بوده است؟ نفری که همیشه در لقمش ببینین برای اونی که مثال حلال بخورد یا برای نفری که حلال بپوشد همیشه احتیاط میکنه. برای همین الله رحمت کنه جناب مولوی جلال الدین رومی را میگفت که هر که آخر بین بود او مؤمن است، هر که آخر بین بود او بدین است. کسی اگر فقط و فقط همین اندیشه شکم شکنه بگه فرق نداره که همین حلاله حرامه مثال چیزی باشد نباشد، همین شکم سیر شود. اگر میگم مقصدش همین باشد یا آدم دیندار من نمیگم. یکی هر کسی که اگر در هر یک کارش همیشه اهمیت بده که همین ای نظر دین چهل باشه. ولی این سوال آواز ما ای خواهر ما گوش کن که هر یک مسئله شما میپرسه که همین مثال در شریعت چه حکمش، یعنی هر یک حرکتی ما وقتی من هر کاری را میکنم اول پیش نظر میارم که همین را شریعت ما در همین باره چی گفته. اگر میگه با همین منوال زندگی کنه این آدم مؤمنه، یعنی مؤمنه که برادر عزیز که همه کارشا با ترازوی شریعت چین میکنه که در ترازوی شریعت مقصد همین حکمش چیه، راست میگیره یا نمیگیره. برای همین برادران عزیز و خیلی گرامی الله رحمت کند دوستای خدا را برای ما و شما در راه های مقصد پیدا کردنی انا لقمه حلال یا درآمد حلال بسیار مصلحت های خوب دادن، بسیار مصلحت های نیکی دادن. از همین لحاظ ما حتی یکی از صحابه های پیامبر وقتی که پیامبر مون پرسید حضرت سعد ابن ابی وقاص، وقتی حضرت پرسید که حضرت همین چیکار کنیم که دعامو قبول شود، مثلا من بسیار چیزها را میخواهم که الله مهربان برای من عطا کنه، ولی ببین ما و شما نداریم همتری، داریم خواهشایی که خدای مهربان ما را حاصل کنه، یعنی من مراجعت کنم الله مهربان همون مراجعتی من را حاصل کنه. حضرت سعد همین را خواست. پیامبر ما برادر عزیز برای او چی توصیه داد؟ ببین مصلحتی که پیامبر نازنین داد نگفت که مثال در روز 1000 بار لا اله الا الله بگو، یا نگفت که مقصد تا روزا نماز بخوان، یا نگفت که ای سحر تا بگه روزدار بگرد، بلکه گفتش که اتب حلقتا. ببین حلقتا از لقمه حرام پاک نگه دار. اگر همین حلق پاک باشد گوسر همین دعا کردن در اولی دستات جمع نکرده انشاءالله الله مهربان مقصد آنچه خواهشی که داره اجرا میکنه. برای بسیاری او دعاهایی که از ما را برادرها درس میبرداریم زاره میکنیم لیکن نزد الله شنیده نمیشود، معناش همینه که چیز صد رای همین چیدگیه، چیز دمی رای همین دعای من را گرفتگیه، چی باشه ای؟ ولی الله رحمت کنه جناب ابن ادهم
در کتاب خواندمش یک قبیله در وقت میروه مردم پیشش میآیند بزرگوارا بودن خیر یا نماینده های دین بودن یا کسایی بودن که مردم از اینها مقصد مشورت میگرفتن وقتی قپیدن دستاش گفتن حضرت التماس میکنیم اینا تای چند سال شد ما جمع دست جمعی دعا میکنیم دعامون قبول نمیشود حضرت چیکار کنیم دعامون قبول شود برادرها ابن ادهم 10 چیز گفت اگر همین 10 کار گفت همین قوم به یک جایگی بود کنین همین 10 چیز اگر شما مقصد از اجراش اگر برآمده توانین الله در مراجعت کنین خدای مهربان دعاتون را قبول میکنه این مقصد من چیه مقصد من اینه که همین دعای ما را چیز پیش روش میگیره این یکی از همون برادران عزیز یکی از همون پیشنهادهایی که ابن ادهم کرد گفت که استغفرالله بسیار بگین یکی گفت ای سببهای دعاتون قبول نشدن هم یکی گناه بسیار میکنین همین آدم حالی ببین همین یک بچه نافرمان داشته باشی برادر عزیز گپی هم را تو میگیری نمیگیری همین یک بچه نافرمان باشه همین بچه دلت نباشه بگیم گپ تا نگیره یک بار گفتی دو بار گفتی سه بار گفتی دیگر اگر یگان چی هم طلب هم کنم میگوی رنگش درگور پیش رو تمو گپ کارش میاد میگوی در کارم نیست یکی همون بچه که را که میبینی که دایم در پهلوک تای در احترام تای در مثال همه کار درست تای به هر حال چیه در اون نگاه دیگه داری الله مهربان هم همین بنده را که اگر به الله راست باشه بنده ای که اگر پیش الله مهربان از زمره همین بندگانی سرکش آسی نباشه انشاءالله خدا امیده برادر عزیز که الله مهربان دعای را قبول میکنه برای همین ببینه که اینقدر تاکیده که در بابی لقمه حلال آمدگی ای این بسیار حکمت ها داره بسیار حکمت ها داره برای همین ما در سوره لقمان هم آیت داریم یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات و عملوا صالحا الله میگه ای کسانی که ایمان بر من دارید ای کسانی که خداتون مسلمان و مؤمن معرفی کردگیه پرسنتان مسلمان میگه مسلمانو مؤمنم الله میگه اول لقمت حلال کن بعد مرا عبادت کن یعنی تو اگر شکم از حلال اگر پر نباشه مقصد عبادت معنی نداره چرا که ما در سوره مدثر داریم و ثیابک فطهر الله میگه اول لباس تا پاک کن بعد بالای جای نماز برو نماز بخوان برای نماز خواندن دیده که جای پاک میکوی لباس پاک میکوی طهارت میکنی بعد نماز میخوانی اگر همین لباس ما بی نماز باشه نماز ما درست نمیشه وقتی یا لباس ناپاک های نمازت قبول نیست این شکم که ای ناپاکی پر باشه یک جا دیگه قابل قبول میشه یکم چیزی را برادرها پیامبر وقتی ما را اشاره داره آیت های قرآن اشاره داره که ما باید مقصد دنبال لقمه حلال باشیم من یک حدیث طولانی را خواندم حدیثی بگیم بسیار مشهور و معروف پیامبر گفتند رجل یطیل السفر اشعث اغبر بین میگه یک مرد میگه اراده حج کرد گو حج میرم پیاده اشعث اغبر همین قدر خسته شد در راه خیلی راه گشتن پیاده گشتن در آفتاب و در این قدر مثال سردی و خنکی و راه کو این مشکلات خالی نیست کو خیلی اشعث اغبر این قدر میگه خسته شد تمامی وجودش میگه غبار آلوده شد همه پری خاک این مرده که اراده حج داره بعد نکی گفت چید زبانی گفت که ملبوسه حرام یکی در بدنش لباسش ای راهی درآمدی حرام بود مشربه حرام آبی را که میخرید با پول حرام میخرید مطعمه حرام این خوراکی که با خودش توشه بردگی بود ای راهی درآمدی حرام بود و غذی بالحرام هر چیزی را که میخورد ای راهی پولهای بگیم درآمدهای حلال بود ای غیر درآمدهای حلال یعنی پول حرام بود بعد
یمد یده یا ربی یا ربی. بعد میگه خیلی به همون حال آزار و به همون مشکلاتش نزد خانه کعبه در رسیده دستش برداشت یا ربی یا ربی، مقصد خدایا این قدر کیلومترها ما طی کردم آمدم، محنت‌های زیاد کردم، زحمت‌های زیاد کشیدم، الهی مهربان مناجات دارم، دعا دارم که قدمام در حسنات نویسی، خدایا حج ما قبول کنی. تو خودت گفتی که کسی اگر حج کنه مکافاتش جنت است، خدای من از همین مکافاتت برخوردار کن. میگه یا ربی یا ربی. بعد پیامبر اون چی گفت؟ فأنا یستجاب لکم. گفت که این آدم نمیفهمه که فریاد ایره الله نشنیده سه، این آدم نفهمیده سه که دعای ایره الله قبول نکیسه. برای چی؟ برای که الله مهربان مقصد نیازی با او دعایی که مقصد آی تو بیرون تا ظاهر تا وقتی آماده نکرده، الله میگه من به این نیاز ندارم. گفتی همون شاید با طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن که برونی در چی کردی که درونی خانه هایی، ولی در بیرونی در خطا نگاه که تو کی درونی خانه میای. یکم چیز برادرها برای ما مهم بود است، اکی اسلام ای دین ای میگه که باید که لقمت حلال باشه. دویم چیزی که آدم جنت میبرده و عمل فی سنتین، حضرت گفت است که سنت های من را بجا بیارید. که من پیشترک برای سنت برای شما یک کم ترک گفتم که مثلا سنت های رسول الله را هم بجا آوردن. پیامبر من در حدیث گفته بود است، ولی حضرت حذیفه راوی حدیث میگه یأتی علی الناس زمانون، یک زمان میاد بر امتم که لا یکون فیه شیء اعز من ثلاث. سه چیز برادرای عزیز از بین ما دور میرفته، دیگر ما از این سه چیز محروم میشیده ایم. یکم لقمه من حلال، لقمه حلال. دو سنت، پایبند شدن به سنت از پیغمبر، این هم از بین میرفته. سیوم گفتن که رفیق جانی باشه. رفیقای جانی ببینید. دیگر برادرای عزیز لقمه حلال، پایبند شدن به سنت در بین امتان دیگر باقی نمیمونه. زمان میاد که مردم دیگر دنبال این گپا و کارا نمیگردن. دویم چیزی که ما را برادرها داخل جنت میکرده، اینم چی بوده است؟ پایبند شدن به سنت پیامبر. من به دست راست میخورم به خاطری که سنت پیامبر است. من به سه انگشت میخورم به خاطری که سنت پیامبر است. ببینید هر یک کاری که میکنم، مثال در هر یک کارم نگاه میکنم که کدامش با سنت مطابقه، به همون مقصد خود موافق میکنم. انا میرم میگن که پایبند شدن به سنت پیامبر. سوم چیزی که برادرای عزیز گفت شما را جنت میبره، گفت امن الناس بوائقه، نفری باش که هیچ وقت به مردم زیانت نرسه، آدمی ضرر رسان نباش. یک آدمی باش که همین دایم در راست بگن خدای مهربان حفظش کنه یا خدا رحمتش کنه، آدمی بی ضرر بود، بسیار آدمی خوب بود. با یگان بنده خدا مقصد این آدم ضررش رسیدگی نیست. میگه انا همین خیل انسان باشی تم جنت میره. برای این سه چیز حضرت گفت. بعد میگه اخیر حدیث دار گفتن یا رسول الله این هذا فی امتک کثیر. اکرم زمانی که پیامبر گفت اصحاب گفتن حضرت همین سه چیزی تو گفتی، اوخی همه ما پایبند همی هستیم که لقمه من حلال هست، با سنت موافق هستیم، یگون بنده خدا را ضلال نمیدیم که. پیامبر میگه چی گفت؟ و سیکون فی قرون بعدی. گفت بله شما درست میگین، در شما نیست، لیکن آلی در آینده امتای میآیند که نه لقمه حلال دارن، نه پایبندی به سنتن، نه مردم ایدست یا روز دارن. این گفت در من بعد میآید. برای میگم من بعدها گوش کنین که اگر شما از زمره امینا باشین داخل جنت میشین، لیکن اگر عکسش باشی، لقمت حرام باشه، پایبند سنت نباشی، مردم ای دست داد و جار بگه،
تو جنت نمیاد.